نوستالژی ترین سوپ دوران بچگیامون که مامانمون برامون درست میکردن. سلام، من شف شهله هستم. به چنلم خوش اومدین. بدون معطلی بریم که این سوپ رو درست کنیم و یه تکنیک مهم داره که این سوپ رو بسیار خوشمزه میکنه. آخر ویدیو بهتون میگم. ابتدا موادی که احتیاج داریم: سینه یا ران مرغ تازه، یک تکه پیاز، 2 تکه برگ بو، یک قاشق چایخوری پودر فلفل سیاه، یک قاشق چایخوری نمک، یک قاشق چایخوری هم زردچوبه رو به همراه آب جوش داخل قابلمه میریزیم. فلفل سیاه رو بنا به ذائقه خودتون میتونین مقدارش رو کم کنید. روی حرارت قرار میدیم، دربش رو میذاریم و اجازه میدیم که گوشت مرغ بپزه. بعد از پخت مرغ رو از داخل قابلمه خارج میکنیم و کنار میذاریم. حالا آب مرغ رو از صافی رد میکنیم. فعلا این رو هم کنار میذاریم. میریم ادامه کارمون رو انجام بدیم. احتیاج داریم به 1 عدد پیاز متوسط که پوستش رو بگیرید و بشویید و بنا به سلیقه خودتون رنده یا نگینی ریز خرد کنید. داخل قابلمه مقدار خیلی کم روغن زیتون یا مایه بریزید و پیازها رو بهش اضافه چند دقیقه تفت بدین تا سبک و شیشه‌ای بشه. سعی کنید که داخل این سوپ روغن زیادی استفاده نکنید، چون این سوپ کلاً مخصوص روزهای سرماخوردگی و خیلی سریع درمان میکنه. خب بقیه کارمون رو انجام میدیم. احتیاج داریم به 1 عدد هویج و سیب زمینی متوسط که پوستش رو میگیرید و میشورید و به صورت نگینی خیلی ریز خردش میکنید. بهتره که تمام مواد این سوپ نگینی خرد شده باشه و اون هم به صورت ریز. اگر درشت باشه زیاد جالب به نظر نمیاد. خب بعد از آماده شدن پیاز، حالا بهش ادویه‌هایی مثل زردچوبه، نمک و فلفل سیاه رو دوباره اضافه میکنیم و کمی با هم تفت میدیم تا به خورد پیاز بره و عطر ادویه‌ها آزاد بشه. هویج و سیب زمینی خرد شده رو هم بهش اضافه و چند دقیقه با هم تفت میدیم. دوستان، برای ما جالبه که بدونیم شما این سوپ رو به چه صورت درست میکنید. اگر تجربه‌ای در مورد درست کردنش دارید، برای من و دوستانم داخل کامنت ها بنویسید تا ما هم از تجربیات شما استفاده کنیم. خب توی این مرحله 1 قاشق غذاخوری رب رو بهش اضافه میکنیم و 1 کوچولو تفت میدیم تا کاملا خامی رب از بین بره. شما میتونین مقدار رب رو بیشتر در نظر بگیرین، ولی در اصل باید مقدار کم استفاده بشه. 4 الی 5 عدد گوجه کوچیک رسیده و قرمز رو انتخاب کنید. پوستش رو بگیرید و پوره کنید. شما میتونید به کمک غذاساز و یا اگر همچین دستگاه‌هایی توی خونه ندارین با رنده این کار رو انجام بدید. به مواد اضافه و چند دقیقه تفت میدین تا خامی گوجه ها هم از بین بره. همونطور که گفتم این سوپ هم برای سرماخوردگی و هم به عنوان پیش غذا توی مجالس مهمونی طبخ میشه. موادی که به کار رفته از سبزیجات و حتی مرغی که داخل این سوپ به کار برده میشه دارای ویتامین و پروتئینه که موقع سرماخوردگی تمام ویتامین های از دست رفته بدن شما رو تامین میکنه. خب میریم ادامه کارمون. آب مرغ رو اضافه میکنیم و اگر لازم بود 1 مقدار دیگه آب جوش رو هم بهش اضافه کنید. کمی با هم مخلوط کنید و دربش رو بذارید و اجازه بدید که مواد سبزیجاتمون کاملا بپزه. گوشت مرغ رو بعد از خنک شدن با دست یا چنگال استخونش رو ازش جدا میکنیم و بعد میتونید بنا به سلیقه خودتون اون رو ریش کنید. اما توی این سوپ اکثرا گوشت رو ریش نمیکنم و من برای اینکه ظاهر سوپم کاملا یک دست و یک نواخت و جذاب باشه اون رو به صورت نگینی خرد کردم. حالا به سوپمون اضافه میکنیم و دربش رو میذاریم. 20 دقیقه دیگه بهش زمان میدیم تا مزه ها به خورده هم بره. یک دسته جعفری تازه را انتخاب کنید. ساقه و برگ رو ازش جدا کنید و برگهاش رو به صورت ساتوری ریز خرد کنید. دوست خوبم، ممنون میشم که اگر تا اینجای ویدیو این آموزش رو دوست داشتی لایک کنی و اگر هنوز عضو کانال نشدی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش هم روشن کن تا آموزش های جدید که داخل کانال قرار میدیم در اسرع وقت به شما عزیزان نشان داده بشه.
خب فعلا جعفری رو میذاریم کنار و 3 تا به قول خودمون لونه گنجشک از رشته های فرنگی یا رشته ورمیشل رو به اندازه های دلخواه خرد میکنیم. در 10 دقیقه آخر جعفری ساتوری شده و رشته های خرد شده رو به سوپمون اضافه میکنیم. تقریبا 10 الی 15 دقیقه بهش زمان میدیم که دوباره رشته ها هم بپزن. اگر میخواید رشته ها لعاب بیشتری بندازه یه مقدار تایم پختش رو بیشتر کنید، اما استاندارد پخت رشته تقریبا 10 الی 15 دقیقه کافیه. سوپمون که به این حد رسید، حالا برای چاشنی این سوپ از 1 الی 2 تا لیمو ترش تازه آبش رو بگیرید و بهش اضافه کنید. این کار باعث میشه که سوپ شما فوق‌العاده خوشمزه بشه و اصلی ترین چاشنی این سوپ همین لیمو ترشه. بعد از اضافه کردن آب لیمو ترش هم اصلا نیازی نیست که بهش دوباره زمان پخت بدید. همونجا یک مقدار ترکیب کنید و قابلمه رو از روی حرارت بردارید و داخل ظرف سروتون بریزید. امیدوارم که این آموزش براتون کاربردی باشه و حتما با این رسیپی درست کنید و اگر عاشق انواع سوپ ها هستین حتما به پلیلیست سوپ ها یه سر بزنید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین و ممنون میشم که با لایک و کامنت و اشتراک گذاری این ویدیو با دوستانتون از ما حمایت کنید. اگر نظرات، پیشنهادات و سوالی داشتی داخل کامنت ها بنویس، حتما پاسخ میدم. امیدوارم که در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. نوش جونتون و دوستتون دارین.